عباس مونده نباشی. سلام. و علیکم. خوبی؟ سلامتی؟ یا خوبی؟ خوشحالی؟ بخیر. سلامتی. کجا هم پیار تو؟ پیار من شاید به خونه باشم. یاره من نمیفهمم که چی رقم خدا می خسر خو من اصلا رو من نمیشه که می کلمه گپ بری از بزنم. بس زبونم نمیگه که می گپ بری از بزنم. چی؟ بس مردم به من تانه میدن که میگن خسر تو 24 ساعت کرک بازی کرک جنگی خروس جنگی کارا میکنه. بابا بعد دیگه ولی پیر شدی کارا نکن. چی فایده داره که کارا میکنی آخه؟ آدم میره روزی خود دیگه جا به دست میاره. نه که بر از کرک جنگی و مرغ جنگی و بار پول به دست بیاره. با من تن نمیزنم، یکی به شما تن نمیزنم. تا کوچه بچه میبینه میگه شانون خوردم خواه کرک و مرغ پیدا میکنه. سعی کن اگه عباس چی میگم به تو؟ بله. من یک چیزی به تو میگم. من رو من نمیشه که بگم بری پیار تو. فهمیدی؟ من رو من نمیشه که به پیار تو بگم پیار تو همین کارا رو بگم ولی خدا نکنیم شما پیر شدیم مستفید شدیم این کارا با شما نمیزیبه به جوانی و جاهلی. خو اگر هر کار کردیم مرغ جنگ دادیم سگ جنگ دادیم کرک جنگ دادیم هر کار کردیم بکردیم دیگه برو نکنیم حال دیگه کار دیگه. آخه ما 24 تا دوست رفیق آقا و میخیش اصلا سر نداریم. مرتکه میگه خسر فلانی کرک باز و ما چون مرغ باز و این کارا میکنه سگ جنگی میکنه چیکار بعد دیگه بیت دومات جان خوب 10,000 دفعه برای بگفتم بزده به تا گوش میگه تو به چی منی میای و ما گپ یاد میدی. تو یک بار دیگه هم بگو بیام دید گل میگه اپ بگو. خوب میگم بفهمیدی؟ خوب بگو برینا بگو نکنیم ولی از خدای کار دیگه نکنیم دیگه بس دیگه. بلکه می دفعه عجونی تو پیری تو بکی کار نداری. ولی خداحافظ شما. خداحافظ. راست میگن دیگه. نه دوماد ما اید گل به تا کوچا گشته میتونه ای برو بر رفته میتونه هر کی ببینه بدو تانه میزنه. ما همیته که همی کار ترک میکنیم. اول دستا گوسمند به تدک بندختی. نه خود دیگه خود شده. پس چی بار کردی؟ شکمبه آخیرم هنی پخته نشده اگوشینگه زوف کردم یا دیمره از تو خراب هم هسته حالی ده خونه من که بیام پیش رو باشه که پخته شده. نه هم یک گلاس چای تنون آماده میشه همه بره که شل شهید شدم. چای هست به خونه. مخبر بخی پیالی چای بردار نه گپ میزنی یا از اصاب امرو خرابه. 5,000 روپیه باید دادم. کجا؟ ساده کرک جنگی. بابا بگه امر کنه. بابا می دوماد مایید گل میگه بابا پیار خوب بگو که همی کارا مرغ جنگی کرک جنگی همی کارا رو نکنه که مردم به تا کوچه اینه و تا سرک مینه برجه و میمینه و تانه میزنم کسایی که خسور تو پولا نون خو پولا روزی خو کرک در میاره مرغ جنگی. خب دیگه اختلاط کن که گوش کشم. بابا جان همین کارا خود خیر نکنین چه کار میشه؟ به روز جمعه شما میرین مرغ جنگ میدین کرک جنگ میدین همین گناه نداره. چرا کی؟ چرا؟ چی گپه؟ چه کاره؟ چی گپه که تو اقتا گپ میگو؟ خانه میبینیم تو خود بچه اقتا چه خود بچگی نکن به من یاد میدی؟ خانه میبینی که دوماد محیطه میگه 30 سال میشه کسم منه ندی کسم روزی خوردم تو به من یاد میدی؟ دوماد تو به من یاد میده 30 سال پیش ما کجا بوده دوماد تو؟ غلط کرده اشتباه کرده که میگه پر میزنه. همین روز 4,000 5,000 بای دادن همین پولا کجا؟ اگر روز است که 4,000 5,000 و روز است که 20,000 میبرم پس کجا که سر لقمه بریم پلوان شیشتیم تو لقمه وار میداریم اینا کجایه؟ فکر میکنه اون بوده خب یک کار دیگه بریم همین کرک جنگی وقت خبره بخیر چه خود بچه به من یاد میده به من نصیحت میکنه. بسته مردم ما تانه میزنن. من به مردم چی کار دارم؟
30 سال میشه از این روزی خوردم. دو ماه تو ایدگل گو ها. اشتر دو ماه یه خوبی میگم هم گفتی که به تا دل تو هسته چرا نمی روی به من نمیگی که به دست عباس وصیت میکنی میگم خود تو خبر داری من کرک باز هستم مرغ جنگی یاد دارم سگ جنگی میکنم تو به می کارا چی کرده به می کارا چی کرده که تو می کارا از هر دادم به من وصیت میکنی خبر ندیش که می کارا چرا دختر میامیدی میستوندی امروز اول نمیفهمیدی که کوکو من کرک باز هستم مرغ دارم پس تو کلی خو سگ باز هستم من هر کار که از می را روزی خوردم کاکا جان روزی خوردم از می کار با تو چی فضولیه با تو چی مربوطیه مردم با من میگن نون نخورم تو چی کرده کاکا نمیستنی دختر من کاکا میتی چیزی که بیدم عجب مردمی شما بیار از زن یک لقمه نون بیار که بمردم اگشتگی سر موی بطرخه ایشته اصاب خراب نکنی این چی روزگاریه این چی دخل تردگی 100 میشود فش میکنه به درو حالا تم به مت مرغه بگو که آتر 50,000 باید دادم تا که 20,000 روپیه میار پیش مقدار او را میفهمی تم تو مرغه بگو وای هی خدا با تو چی دل مرغه بری گردنک میزنی وقت برو وقت دیگه آدم برو گردنک میزن دل مرغه بری عجله نکو که کار شیطانه امید به خدا کو مشکل آسانه عجله نکو که کار شیطانه امید به خدا کو مشکل آسانه ویران نکن خانه دل را در خانه دل کسی میمانه چک زربادم هم بکندم به خود خو میخورم که بخیر کمی که چاق باشم هر ظلمت شب سری داره هر ناله شب سری داره نامید مشوی دل این ناله تو ثمره داره امید به خدا کو مشکل آسانه گیلا او اینجی ها چکار میکنی اینجی ایچی بابا باغم با داخل باغم بوزار آورده و میدگم چکار میکنی بلا پیار من ببینم خدا دستی دل بانم بیا تا اینجی که تو کار دارم بله بیا اینجی که تو کار دارم این کنه میره مگر خود مبارم پیشی او چکا با خود خوندن میکنی
اونا چی بودک تدوان تو؟ بله اونا چی بود تدوان تو؟ کلوخای پشت دادم کلوخ بود آه با بادومال میکنی میخوری تو عباس نگفتم این درخت بادوم دست نزنه که بادومال 1 کیلو 500 به قیمت داره دست نزنه به جون اینو کم برفتیم به زیر درخت بش کسونه بخوردین بازم تاکیش رو میته کپتن همه بندن نمیاد اینا چیه؟ بگی تو کار خونه کنی حالا میشنه که من چی میگم؟ میشنه چکه چکه دومات با تو میدن چی میگفته؟ که هم میدن که رکا گب میدن خودتونیه آها صبح آه آه بیا ما دوماد ما ایدگل گفته که این لگ جو گفتم او گو به نظری تو خوبه گفتم چی؟ گفته اگمی خسور چکیه؟ اخ مرگم فاجعه شما گوسپندار به خیلی خوشی ولی گب تیار به تا باقی علی دیگه تا باقا چیگه انا را یکش میکنم چکه ولی گب که ما میرو کار دارم بیا مالا گفته کن تو با عباس هم بگفتم برو به پیار خوب بگو ما از خون ننگیم ابرو داریم انا تو پیار تو میره اینجا مردم به ما تانه داده که خسور تو اونجا کرک جنگ میده انا قمار میزنه پول قمار میره زندگی شما چیز میکنه میچلونه ما چون شکما شما سیر میکنه برای اینجا روغن و چی و دشمله و چای و چی میاره قمار میزنه بفهمیدی مرغ جنگ میده قمار میزنه آیا حیوان کار خوبیه که به روز جمعه بزرگواری خصوص من نمیره نماز نمیخونم روز جمعه نماز جمعه نمیخونم میرم اینجا کرک جنگی میکنه مرغ جنگی میکنه همین تا گو گو برو بگو که از ما و شما دیگیت میشه بازی نگفتی که چه خود تو برای نمیگی بکی با من دومات تو نگفتی که برو خود تو برای بگو هم یک دفعه بیا به خودم روخ باشه بکی میگفتم خود تو بگو با دومات خو میگفتی میگفتی من سالا نمیکنم پیار خوب میگفته چی میگفتم میگفتی برو خود تو پیارم بگو که کارو خو نکنه میام خودم روخ میشد ما برم بکی بگم با دومات خو میگفتی چی میگفتم چی میگفتی میگفتی به پیار خوب بگو همین که تو گفته که پیار خوب بگو کرک جنگی نکنه چیکار نکنه او بیای به من بگه اگه تو توپیخ گوشای شاک ندادم بفهمید چینیو با این کارو وزو چی مربوط گپ میزنه با کی هم دومات تو من نمیفهم بابا یک چیزی میگم بابا بگو تام بگو سعی کنیم بابا عباس هم رزینیه مادرم هم رزینیه من هل رزیم که هل رزی هل رزیم به خاطر ازی که من فشار چیزی و سرمینیه که برام کار کنم ما از من اون بزا منه تشکادار میچرونم انا گناه داره بابا ایوان آدم جنگ ده گناه داره غیر خدا میشه اونا خونه از اونا برزه غیر خدا میشه گناه داره بابا ای که برون خونه مردم خیلی کنون غیر خدا نمیشه برون دوزی کنون غیر خدا نمیشه و چرا دوزی پس چه کار کنو 30 سال میشه می کسم کار منه من چه کار کنو یعنی دیگه من به پول که راه کلته شده من میگم با تو با دومات که وقت اگه با تو دومات تو گلکه گو بیار دل اگه پیش خسور خدا کی کار نکنه من چه کار کنم دیگه چه کار کنم بابا حالی که میگه غیر بوزا آتش کدا دیگه ایشکینیه حقیقت بگیم تمام 1000 رولس داریم ما جمع کنیم دلک شماره کردن دلک چیه؟ یک دیو اگه برم دلک میشه اگه کل خراب تو چی میفهمی؟ یک دیو ببینیم دلک میشه بله کرک نمی دارم نمی اشته که بابا یخچال مسال با 12 سر غیر از او یک خط یا مسال با 12 مادر میشه کن بمیسته گرده علم من باشه ایدم اگه ای صد اگه ایدم ای صد شتو نگه
یعنی شکم شطور داخل شتاب شکم راست میگی ده مثل جونگی بیری میشه راست میگی حقیقت میتونه دیگه شکم به شطور خودم عباس که بکن رنگ شطورال به شکم بار میره رنگ شطور شو انداخته میره بخونه داده خوب واه 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 تو که بمیته بگی چکی بابا ایل اناران نکنه بابا بده چکی بگم چکی اکل گنده بخاطر وای 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 وای